همون بین صدریات زدنش. فقط بخوایم بفهمیم اگر خودشون میگن آزادی، این آزادی مردم با چاقو میزنن، فقط اینو بس برن بکنن برای مردم. ساعاتی پس از رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت سیاسی بنی صدر، امروز 30 خرداد 60 موج جدیدی از اقدامات مسلحانه گروهک منافقین آغاز می شود. منافقین در این عملیات هر کس را که نشانی از اسلام و مسلمانی دارد هدف هجوم قرار می‌دهند. پس از حکم امام و عزل بنی صدر باید بر اساس اصل 130 قانون اساسی برای اداره موقت امور اجرایی کشور شورای موقت ریاست جمهوری تشکیل شود. شامگاه دوم تیر 60 بهشتی رئیس دیوان عالی کشور، هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس و رجایی نخست وزیر در دفتر رئیس مجلس گرد آمده‌اند تا شورای موقت ریاست جمهوری شکل بگیرد. من امیدوار هستم که این بار ما بتونیم با حمایت اکثریت قاطع مردم که سخت طرفدار اصالت اسلامی این انقلاب هستند موفق باشیم به انتخاب رئیس جمهور جدید با آراء خوب. شورای موقت ریاست جمهوری مأمور می شود تا ظرف مدت 50 روز زمینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را فراهم کند. اما ائتلاف بنی صدر و منافقین تلاش می کنند تا با ایجاد 2 حادثه خونین جلوی راه تثبیت نظام را سد کنند. نمی‌ذارن درس بکنه، نمی‌ذارن در اجتماع وارد بشه و در مسائل سیاسی تبحر پیدا کنه. آیت الله خامنه‌ای در 6 تیر 60 در عملیاتی تروریستی از ناحیه دست راست به شدت مجروح می‌شود. این اشکی که مردم اینجا پشت در بیمارستان میریختن واقعا منو تحت تاثیر قرار داده بود و مطمئن شدم که انشاءالله خدا جواب این نیایش‌ها رو خواهد داد و انشاءالله دعای این ملت ما مستجاب میشه و آقای خامنه‌ای همینطور که تا این لحظه از خطر جستن بقیه‌اش هم از خطر به اصطلاح رهایی پیدا میکنن و انشاءالله که خدا این رو به ما خواهد بخشید. هر وقت به یاد این میفتم که این حادثه موجب شده که امام عظیم الشأن ما اظهار لطف کنند و در پیامشون اظهار دلسوزی بکنند و ملت بزرگ و قهرمان ما دست به دعا بردارند و دعا بکنند. در خودم احساس شرمندگی میکنم. ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض میکنم و به ایشون عرض میکنم که سر خم می سلامت شکند اگر سبویی. انفجاری بزرگ جلسه حزب جمهوری اسلامی را در سرچشمه تهران به لرزه در می آورد و دکتر بهشتی به همراه 72 نفر دیگر به شهادت می رسند. پس از شهادت دکتر بهشتی، موسوی اردبیلی عضو شورای موقت ریاست جمهوری می شود و شورا با قوت به کار ادامه می دهد. امام خمینی امروز 10 تیر ماه در سخنان مهمی مردم را به شرکت آگاهانه در انتخابات فرا می خوانند. چند روز دیگه مسئله انتخاب رئیس جمهور است. باید همه شما با تمام جدیت در این همه اشخاصی که در هر جا هستند، اهل علمی که در هر جا هستند، با کمال جدیت مردم را دعوت کنند به دخالت کنند در مسئله، حاضر بشن. اگر شما حاضر نشید و یه رئیس جمهوری مثل سابق براتون بتراشند و بازی بدن هممون مسئول هستیم. اهمیت از این جهته که دنیا بعد از این حوادثی که پی در پی برای ما داره پیش میاد خیال میکنه که ملت ما خسته شده، به سطوح آمده. ملت ما خسته نیست. برخی خبرها حاکی است جمعی از مسئولان کشور به خدمت امام رسیدند تا کاندیداتوری آیت الله خامنه‌ای را با ایشان مطرح کنند. اما امام همچنان معتقد است تا زمانی که ضرورت نداشته باشد نباید روحانیون نامزد ریاست جمهوری شوند. شورای نگهبان که بر اساس قانون اساسی مسئولیت احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مختلف را بر عهده دارد، در اولین تجربه
از میان 71 داوطلب انتخاباتی صلاحیت 4 نفر را تایید می‌کند. عباس شیبانی، محمد علی رجایی، سید علی اکبر پرورش و حبیب الله عسکراللادی. مسئله انتخابات ریاست جمهوری که آیت الله جنتی از فقهای شورای نگهبان عضویت در حزب رستاخیز، سابقه فعالیت کمونیستی و بیسوادی را مهمترین دلایل رد 67 نفر از کاندیداهای ریاست جمهوری اعلام می‌کند. منافقین در آستانه برگزاری انتخابات دوباره فعال شدند. بر اساس خبری محرمانه طراحی آنها برای انفجار ساختمان مجلس با شکست مواجه شده است. با هوشیاری مردم هر روز ده‌ها خانه تیمی در سراسر کشور شناسایی و منهدم می‌شوند. 4 روز به برگزاری انتخابات باقی مانده است. اینا از سه طرف به این ستاد حمله کردند. از طرف خیابان کوچه مشرف به این ستاد و طرف روبرو و طرف داخل کوچه که اینها اول به ساختمان حمله می‌کنند. در این رابطه ساختمان‌های اطراف خود ستاد و داخل ستاد شیشه ها شکسته میشه و خساراتی به ساختمان وارد میشه. عسکراللادی یکی از 4 نامزد انتخاباتی هنگام سوار شدن بر خودرو مقابل منزل خود هدف گلوله منافقین قرار میگیرد و زخمی میشود. اعلام برگزاری انتخابات در موعد مقرر این توطئه را نیز ناکام میگذارد. امت امام برای برگزاری دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری آماده میشود. وزیر کشور اعلام می‌کند انتخابات حتی در مناطق و جبهه‌های جنگ نیز برگزار خواهد شد. همیشه پیرو خط امام باشید، نه که مثل آقای بنی صدر کارهایی بکنه که مردم ناراضی بشن. تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد ساده‌زیستی و مردمداری رجایی توجه مردم را به او جلب کرده است. ما یه رئیس جمهور می‌خوایم واقعا خوب باشه. ما یه رئیس جمهور می‌خوایم که مثل شاه گذشته یا بنی صدر نباشه. رادیو تلویزیون هم باید بیاد از رای دادن این پایین شهری‌ها فیلم برداری کنه که ببینیم با صداقت و خلوص نیت میان اینجا با میستن و رای میدن. اولین بارمه در رایگیری شرکت میکنم. شمارش آرا گمانه‌زنی‌های تحلیلگران را تایید می‌کند. مجموعه آرایی که اخذ شده و در صندوق‌ها ریخته شده 14,642,552 رای بود که از این 14,000,000 خرده‌ای 12,900,619 رای مخصوص آقای رجایی است و 626,601 رای متعلق به آقای دکتر شیبانی است. 401,035 رای مربوط است به آقای پرورش. 252,349 رای آقای عسکراللادی مسلمان. این ملت حق دارد شما دست شما را گرفته آورده این بالا نشونده. شما باید خدمت کنید به این مردم. ما همه باید خدمتگزار اینها باشیم و شرافت همه ما به این است که خدمت به خلق خدا بکنیم. اینها بندگان خدا هستند. خدای تبارک و تعالی علاقه دارد به این بندگان و ما مسئولی باید خدمت بکنیم و من امیدوارم که شما به حسب اون روحیه‌ای که دارید، آقای رجایی به حسب اون روحیه‌ای که دارند، این مقام ایشون را بازی نداد. شما سوار مقام بشو، مقام سوار شما نشد. امروز به برکت زیارت چهره مبارک امام که 1 ماه و خورده‌ای بود از او محروم بودم من و زیارت نکرده بودم ایشون رو، و همچنین شرکت در این جلسه تاریخی بسیار جالب و با شکوه حالم بهتره. از بیمارستان مرخص شدین قربان؟ من نخیر برمیگردم بیمارستان. با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام، قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم. که از آرزوهای بزرگ ما برآورده شد که
جمع متشکل و هم فکر و همگام برای خدمت به اسلام و جمهوری اسلامی انشالله آماده شدن برادران، خدمتون رسیدن.